تو جلال الله اگر نمازخوانی حقیقی و واقعی باشی، خداوند تو را از هر نوع گناه نیست حالت و صورتی که نماز از گردن انسانی مردینه ساقط شد، از زنها ساقط می شود. جنتی ها با دوزختی ها صحبت می کردن، می پرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب می گفته که سببش این بود که من نماز انسان اصلاح می کنه، نماز انسان نورانی می گردد. دعوت خدا را قبول نمی کنه. یک کارگر حکومت را دعوتش کنه، همون لحظه ای گفته که شجاع حاضر میکنه. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. اینک به توجه شما میرسونیم که نرخ چیپته ها یعنی بلیط ها خیلی هم ارزان شد در شرکت بین المللی اویاتوج است. برای ما مردم توجیک این نرخ ها را پیشنهاد نموده است. بلیط ها به همه سمت ها و با نرخ ارزان. نمرها برای تماس در روی اکران و آدرس همین شرکت نیز گذاشته شده است. خواهید زنگ زنید و یا اینکه خواهید خودتون رفته بلیط را خریداری نمایید. الله نگهبانتون باشد. برادران بزرگوار، شخصیت هایی که از نماز دور هسته، نماز این یک امری هست، نماز یک دستور و فرمانی هست از جانب خداوند که برای شخصیت مرد در یگان حالت از گردنش ساقط نمی شود. نیست حالت و صورتی که نماز از گردن انسانی مردینه ساقط شد، از زنها ساقط می شود. در حالتی که زنها کسل زنانه می شوند، همون حالت از گردنش ساقط می شود. برادر بزرگوار، قسم به عظمت و جلال الله اگر نمازخوانی حقیقی و واقعی باشی، خداوند تو را از هر نوع گناه باز می داره و معن می سازه. سببی که امروز نمازخوان زنا میکنه، والله این نمازش از تحت دل نیست، نمازش همچون خودنمایی هست. نباشه نماز اگر به حضور دل، به خشوع و خضوع و به خواسته رضای خدا باشه، انشاءالله که او شخصیت از همه نوع گناه باز می استه. دیگر حالتی که رب العالمین انسانهای بی نماز بیان کرده است، در روز قیامت خداوند بچنان برای جنتی ها و دوزختی ها حالت نمایان میکنه که جنتی ها حالت دوزختی ها را میبینند. چه نوعی که ما امروز این تلفن ها برآمده است، از این وطن به دیگر وطن هم دیگر دیده صحبت میکنیم، جنتی ها دوزختی ها را میدیدند، چقدر عذاب سخت دارند، چقدر ناراحت هستند. میپرسیدند ما سلککم فی سقر، جنتی ها میگفتند ای انسان های دوزختی، چی چیز شما را دوزختی گرداند؟ چی چیز سبب شد که شما دوزخ رفته؟ چی چیز شما را به عذاب دوزخ مبتلا گرداند؟ برادران بزرگوار، این جملهش اهمیت بده. چی جواب میگویند؟ چی جواب میگویند دوزختی ها؟ ما با چی خاطر دوزختی شدیم؟ قالوا لم نکن من المصلین، میفتن سببی که ما دوزختی گردیدیم سببش این بود که ما نماز نمیخواندیم. نعوذ بالله. سببی که ما امروز به این عذاب دوزخ مبتلا شدیم سببش این است که ما در دنیا نماز نمیخواندیم. برادر بزرگوار، ای شخصیتی که نماز نمیخوانه، این جمله را خوب اهمیت بده که جنتی ها با دوزختی ها صحبت میکردن، میپرسیدن با چه خاطر دوزختی گردیدی؟ جواب میگفته که سببش این بود که من نماز نمیخواندم. رب العالمین فایده های نماز برای ما بیان کرده است. میفرمایند اقیموا الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز را ادا کنه، نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر معن می‌داره. نماز بخوانه، نماز شما را از فاحشگی، از زناکاری، از میزدگی، از یعنی دیگر نوع گناهایی که امروز درد جامعه مسلمان ها شده است، نماز شما را باز می‌داره. این همه ناپاکی و بد اخلاقی که در جامعه پیدا شده است برادران بزرگوار از روی بینمازی هست، از روی ناپاکی هست. نماز انسان اصلاح میکنه، نماز انسان نورانی میگردانه. چراغی خانه گور از نماز است، دو چشم و روی پر نور از نماز است. تنها نماز است که نورت میبخشه برادر بزرگوار. جناب پیغمبر گفتن نماز روشنایی چشم من است.
نماز نور بخشنده چشمان من است. در تفسیر این آیت محدثین یک حدیثی زیبایی را مثال آوردند. در دور و زمان جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیتی زیناکار بود، یک انسان زینا کننده بود. عادت و کار دائمیش هر زنی را که در قد کوچه و محله میدید از او اون عمل زینا را طلب میکرد. روز این مرد زیناکار بر راه میگذشت، یک زنی صالحه را دید، سر و بدن محکم، حجاب در سر، دید از تگ حجاب و چادر وی نور ایمان می درخشد. این مرد بدبخت، این زیناکار سر راه این زن را گرفت. گفت ای زن چقدر زیبا و نورانی هستی، به هر چیزی به هر نوع قیمتی بخواهی من راضی هستم که به تو برسم به تو زنا کنم. این زن خیلی ناراحت شد چون که صالحه بود. این زن آمد به خانه نزد شوهر و شکایت کرد، گفت فلانی زناگاری بدبخت از من این عمل زنا را طلب کرد. این شخصیت آمد نزد جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم شکایت کرد، گفت یا رسول الله فلانی بدبخت از زن من این عملی بد و حرام طلب کرده است، آیا من چی جواب بگم؟ جناب پیغمبر یک توصیه و نصیحت زیبای براش کردند. گفتن رو برای زنت بگو اگر این مرد یک بار دیگر به زنت ملاقات کرد، روپرو شد، این عمل پرسید، براش یک شرط بگذاره. بگه ای مرد اگر 5 وقت نماز را 40 روز به جماعت در مسجد بخوانی من تیار هستم که هر چیزی تو میخواهی دلت به خواهش مقصدش برسانم. از بین چند مدت گذشت، این مرد با در کوچه میگذشت، زن میگذشت که این مرد دید، با سری راهش گرفت. این پیشنهاد جناب پیغمبر از زن براش گذاشت. گفت که ای مرد اگر تو بخواهی که به من برسی یک شرط دارم، 40 روز 5 وقت نماز به جماعت در مسجد میخوانی. از بس که این زن خیلی زنی زیبا بود، این مرد میگه طهارت کرد و راهی مسجد اختیار کرد، مسجدی و نمازی شد. روز به روز رفته برفته پیغمبر بزرگوار چهره این مرد نگاه میکرد، آهسته آهسته در چهره ای نور ایمان پیدا شده بود، شعله میزد، تجلی میکرد نور ایمان. جناب پیغمبر دوباره شوهر این زن گفت که زن تا براش بفرم، اگر دفعی دیگر دید این شرط با براش بگه که ای مرد اگر این شرطی من بجا بیاری من در وعده تیار هستم. چه از بین میگه 10 روز 15 روز گذشت، با ملاقات کرد. این زن گفت که ای مرد اگر این شرطی من بجا بیاری من در وعده تیار هستم. این زن میگه من نگاه کردم در پیشانی این مرد عرق حیا پیدا شد، شرمناک شد، عزا کشید از این سخنی که زن براش گفت. مرد میگه سر خم کرد، آهسته رفت. از بین 25 روز گذشت، 30 روز گذشت، دویم باره ملاقات کرد. این زن گفت ای مرد اگر این وعده را بجا بیاری، این شرط بجا بیاری من در وعده تیار هستم. میگه مرد گفت ای شخصیت گفت بجای خواهرم باشی، سیره که بین من و تو گذشت غیر از الله رب العالمین دیگر کس نمیدانه. من از تو بسیار التماس دارم که این سیری من در بین مردم آشکار نکن. من نمیدانم که در نزد خداوند چه خیلی سربلند میکنم، با این قدر گناهگاریم. من نو لذت نماز و عبادت احساس کردم. هرگز نزد کسی این سخن نگو. این شخصیت میگه صالح شد، اصلاح شد، از راه زیناگاری و فحش و فاحشگی باز ایستاد. برای زنها، تنها برای زنها رخصت است در حالت کسل زنانه نماز از گردنش ساقط شدن، اما برای شخصیت مرد در یگان صورت و حالت اجازت نیست. در یگان صورت و حالت برای شخصیت مرد اجازت نیست که نماز را ترک کنه. برادری عزیز بزرگوار، رب العالمین در جاهای زیاد ما را امر کرده است برای نماز خواندن. اقیم الصلاة، رب العالمین ما را امر کرده است که برپا بدارید نماز را، بخوانید نماز را.
آیا نماز چی است برادران عزیز؟ شاید مردم فکر کنند که نماز همین خم شدن و راست شدن است، فقط سجده کردن و رکوع کردن است. اصل نماز صحبتی به پروردگار است، رازی به خدا است. وقتی که شما از زبان مؤذن ها میشنوید که حی علی الصلاح حی علی الفلاح، معناش این است که بیا به سوی نماز، بیا به سوی نجات، بیا به سوی راز و نیاز به پروردگار. پروردگار شما را به زبان مؤذن ها دعوت میکنه، امر میکنه که بیا با من صحبت کو، بیا با من درد دل بگو، بیا تو بنده من هستی، با من صحبتی یعنی محرمانه داشته باش. اما انسان بی نماز نمی آید، این دعوت خدا را قبول نمیکنه. یک کارگر حکومت را دعوتش کنه، همون لحظه گفته که شو حاضر میکنه. یک انسان او چسکوای فریادش کنه، همون لحظه خودش در نزد او حاضر میکنه. اما الله رب العالمین با او عظمت و جلال و بزرگیش برای یک بنده عاجزی ضعیفی محتاج دعوت میکنه، میگه بیا با سوی نماز، بیا با سوی بندگی من. این شخصیت به گردن نمیگیره، امر خدا را به جا نمیاره.